هستم و نخست از سرخط خبر و گزارش میگویم. سبب در تحریم است. بانک ملی تاجیکستان و ملی болоравии قرب سامانی در نسبت روبل روسی را توضیح داد. облаваи муҳоҷирон дар бозорҳои шаҳри Маскав бадрафтории милисаҳо нисбати муҳоҷирон ҳатто занони русро бетараф нагузошт. чаро сари як инсонро ба автобус мезанед? Ин чӣ гап аст? сарчашмаи олудашавӣ чист? пайвандон шикоят доранд ки то ҳол намедонанд аъзои як хонавода аз чӣ заҳролуд шуданд. нахо дар як ҳукумати калон нафаҳманд ки ами чӣ касалай ядамига заҳролуа ё ягон тамоми чизи хонамона овардан. اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادگاه عالی تاجیکستان با حکم خود سخنگوی پیشین سرایسته نیروهای مرزبونی کشور را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. پرونده محمد جان اولوخوجاєв از آغاز تا انجام زیر مهر مخفی ادامه کرد و مقامات تا هنوز در مورد آن به رسانه‌ها اطلاع ندادند. اولوخوجاєв سال 2009 به کار در ریاست نیروهای مرزبونی گذشت و 4 سال اخیر مسئولیت ارتباط با مطبوعات را به دوش داشت. میرزا نبی خالقزاد جزئیات می‌دهد. هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان یا خود دادگاه حربی تاجیکستان محمد جان اولوخوجاєv سردار دفتر مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان را دیروز به 15 سال زندان محکوم کرد که محمد جان اولوخوجاєv به جرم خیانت به وطن یا خیانت به دولت عیبدار دانسته میشد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده محمد جان اولوخوجاєv روز 15 август به رادیو آزادی گفت که هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی تاجیکستان روز چهارشنبه 14 август حکم خود را در نسبت رهبر پیشین دفتر مطبوعات سرایسته نیروهای مرزبانی اعلام کرد. عیبدار کننده دولتی در مرافعه روز جمعه گذشته برای او 20 سال زندان از دادگاه عالی طلب کرد که او با ماده 305 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی خیانت به وطن از 15 تا 25 سال زندان را پیش بینی می‌کند. به گفته برخی منابع رادیو آزادی جانب محکوم شده حالا حق دارد که در ظرف 10 روز آینده از بالای این حکم هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان شکایت پیش برد. یادآور میشم که اواخر ماه گذشته میرم اولوخوجاєv همسر محمد جان اولوخوجاєv در صحبت با رادیو آزادی گفت که از دادگاه خواهش دارد که در نسبت بررسی پرونده همسرش اولوخوجاєv عادلانه و منصفانه برخورد کنند. پرونده جنایی محمد جان اولوخوجاєv را در ماه اپریل سال روان مفتشان دادسانی کل تاجیکستان و کمیته دولتی امنیت ملی مشترکاً مورد تحقیق قرار داده بودند. اولوخوجاєv با آن عیبدار میشد که معلومات مربوط به سری دولتی را به سازمان‌های خارجی داده است. گفته می شود محمد جان اولوخوجاєv روز 10 اپریل سال روان بازداشت شده بود. بانک ملی میگوید در پی پایین رفتن قرب روبل در روسیه قیمت اسعار روسی در تاجیکستان نیز کاهش یافت. دوام قریب 10 روز اخیر قرب 1000 روبل روسی از 149 سومانی تا به 143 سومانی پایین آمد. پس رفتن قرب روبل به جیب هزارها مهاجران و نزدیکان آنها در وطن تأثیر منفی رسانده است. طبق حسابها حالا یک مهاجر از 1000 روبل فرستاده‌اش تقریبا 6 سومانی ضرر می‌بیند. قرب روبل روسی در پی آن یک بار پس شد که امریکا اعلان کرد بسته دوم تحریم‌ها را نسبت روسیه جاری می‌کند. این تحریم‌ها در رابطه با زهرآلودکنی سرگئی اسکریپال و دخترش علیه روسیه جاری می‌شود. در روسیه میمانیم. 10 август هنگام بازداشت اعتراضگران در شهر مسکو افسران پلیس یک زن روس дарья ساسنوفسکایا را لطوکوب کردند. نوار ضربه افسر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد برپا کرد. حالا این زن با جراحت‌های وزنین معالجه می‌گیرد. در حالی که بسیاری ها را استفاده بی‌حد زور نسبت مردم ملکی به حیرت و غضب آورده است. یک گروه از مهاجران تاجیک با ما در تماس شده اظهار نمودند که این حال حیات روزمره آنها در روسیه است، یعنی پیوسته روبرو شدن به تهدید و تحقیر و پولکنی ملیسه‌ها. این صحنه را که می‌بینید از لحظه زمین لرزه یا یگان آفت طبیعی دیگر ثبت نشده است. این مهاجرانی هستند که از ترس کارمندان ملیسه روسیه می‌گریزند. این نوار روز 14 август در بازار مسکوریتسکی مسکو برداشته شده است. در این مرکزی تجارتی از جمله مهاجران تاجیک نیز به حیث فروشنده و کوچروب کار میکنند. مؤلف نوار در صحبت با رادیو آزادی گفت تقریبا 10 روز است که مقامات حفظ حقوق و ترتیبات در بازار
ضد مهاجران عملیات می‌گذرانند. آنها اساساً مهاجران تاجیک و ازبک را به قول شکار می‌کنند. اکثر مهاجران تاجیک و ازبک از سوی میلیس‌ها دستگیر و با یک شیوه بد و با لط و کوب داخل اتوبوس بار کرده شدند. زنان روس که این منظره را شاهد بودند از رفتار میلیس‌ها به غضب آمدند و جانبی آنها اعتراض می‌کنند. این زنان از جمله گفتند بهتر می‌بود اگر کارمندان پلیس جنایتکاران را که به تاجران بازار حمله می‌کنند به حبس می‌گرفتند، نه مهاجرانی را که با مهنت حلال در بازار روزی خود را پیدا می‌کنند. چرا سر یک انسان را به اتوبوس میزنید؟ این چی گپ است؟ این چی بدادی است؟ او مقاومت نشان داد. هیچ مقاومت نشان نداد. او گفت که مرا نرسید. میلیس‌ها باشند او را لط و کوب کردند. شما مگر حیوانید؟ در کجا نوشته شده است که باید لط و کوب کنید؟ برای ما نشان دهید. شما مگر عقلتان را از دست دادید؟ به نقل مصاحبان رادیوی آزادی بعضی مهاجران هنگام فرار از میلیس‌ها جراحت برداشتند. آنهایی هم که بازداشت شدند تقدیرشان ناروشن است. بعضی‌ها را به مرکز سخر آوردند، تعداد دیگر را از روسیه اخراج کردند. مهاجران گفتند 15 اوگوست هم در این بازار عملیات بود و معلوم نیست تا کی ادامه می‌کند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند و مبلغ‌های آنها چرخه اساسی اقتصادی تاجیکستان است. اما اکثر مهاجران پیوسته از مشکلات اقامت در این کشور و آزار کارمندان مقامات حفظ حقوق شکایت می‌کنند. برنامه خبری رو ادامه میدیم. департаменти давлатии амрико ҳукми 3 зани эрониро ки бо ҷурми эътироз ба қонуни пӯшидани ҳиҷоб аз озодӣ маҳрум шуданд эълон кард. додгоҳи эрон ин 3 занро ҷамъан ба муддати 55 сол зиндонӣ намуд. дар исороти департаменти давлатӣ гуфта мешавад ки юсуман орёнӣ, мунира арабшоҳӣ ва миҷгон кишоварз муқобили ҳиҷоб бошанд ҳам танҳо коре карданд тақсими гули садбарг будааст. 3 зан рӯзи 8 март ба занони дигар дар метрои теҳрон гули садбарг توفه می‌کردند. نوار این عمل آنها در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و آنها را دستگیر کردند. در این نوار عربشاهی گفته بود که روز مبارزه ما برای حقوقمان فرا رسیده است. برمیگردیم به توجیکستان. دهها پیوندان یک خانواده در کولوب چند روز باز منتظر آن هستند که پزشکان برایشان سبب زهرآلودشوی نزدیکانشان را توضیح بدهند. نشانه‌های زهرآلودشوی در 4 ساکن دهه پیستمزار بعد از ظهر 7 اوگوست مشاهده شده است. 2 نفر آنها جان باختند. ولی تا به حال سرچشمه آلوده‌شوی آنها دقیق نیست. هرچند گفته می شود که از غذا بوده است. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. بچه صنف 10 دختر صنف 11 امروز مرده را گور کنی پکر گور کنی در تایدگاش مردگی دایدرن. منظور زنجیرما سفر و یک مادر و پسر از کولوب است که بعد از استعمال مواد آلوده به خلار زهرآلود شدند و در شعبه احیاگری قرار دارند. خویشاوندان اینجا منتظر خبری درباره مادر 41 ساله و فرزند 15 ساله او امام علی هستند. طبیبان میگویند امیدوارند مادر و پسر زنده میمانند. و بعد توصیه متخصصان از شهر شامل زردآبی بر ضد بیماری به توزیع گذرانده شد و حالت آنها تا امروز نسبت بودگیش خیلی بهتر است و امید است که در روزهای نزدیک بهتر شده به خانه می‌روند. 4 عضوی عائله از دهه پیستمزار کولوب روز 7 اوگوست بیمار شدند. رحمان علی 16 ساله همان روز و خواهر 19 سالش 3 روز بعد فوتید. گفتن که شاو کارش خودم ساری پنچوی خوردیم. این دخترچه‌ام که با تری بندگی کرد این میگن نو خوردیم. این با چای مایده میگه که ما این مغازین چی خوردیم انا کلباسه و آب گفتیم. این با چای یکم بینا بندگی کرد میگه این مغازین چای خنکی یخ خوردیم. طبیبان میگویند تا حال سرچشمه آلودگی را مشخص نکردند که غذا بود یا چیزی دیگر. از طرف اداره سنتری اپیدمیولوژی ولایتی رفتن معاینه گذارده شدند و محلول خلور داشته استعمال کردگی این بیماران. اما در این میان بیخبری از سرنوشت بیماران و تأخیر در تشخیص خویشاوندان آنها را به تهلکه انداخته و ناامید کرده است. نخود در یک حکومت کلان نفهمن که امی چی کساله یادم میگه زهرالود یکم تمام چیزی خونمون آوردن. اینا گفتن ای میوگی آوردن خوک گفته آوردن نشیده یگون رزولتات نیست یگون چوره هم ندیدستن.
گزارش بعدی ما برای جوانان نامجوی است که در زندگی خود هدف دارند و برای رسیدن به آن به هیچ گونه مانع و کمبودی سرخم نمی‌کنند. حتی تلفن شکسته هوشمند و یک پاره متوی سبز هم میتواند برای عملی گردیدن آرزو کمک کند و شاید تا هالیوود نیز ببرد. باورتان نمی‌آید؟ پس این گزارش مومن احمدی را تماشا کنید. قهرمانان اساسی نجات بخشان دنیا بالاخره پایگاه جانورانی را پیدا کردند که از کیهان آمدند. گشت و گذار آنها در دالان‌های بی‌آخر تا یافتن دستگاه با رمز مخفی ادامه می‌کند. دستگاه پراسرار اول آنها را به کامera انتقال می‌دهد که در آنجا همه می‌توانند کاملا نمود خود را عوض نمایند و در نهایت نیروی خوبی و بدی در محاربه روبرو می‌شوند. این پاره از فیلم است که نیگریا را تکان خواهد داد. به هر حال به چنین نتیجه 8 جوان امید دارند که این فیلم را با تلفن هوشمند شکسته در حوله خانه عادی در افریقا ثبت کردند. این لحظه از کار ایجادی شرکت کریتیکس است. گروه نورسان خود را چنین نامگذاری نموده و میخواهند با صنعت رسمی کینوی نیگریا در رقابت شوند. آنها برای خریدن یک پارچه متای سبز 1 ماه پول جمع کردند. فیلم ها را در همین انبار تنظیم میکنند. نورسان میگویند برنامه کامپیوتری آنها تا حد ضعیف است که برای تنظیم یک نوار 5 دقیقه‌ای 2 روز صرف می شود. رهبر 19 ساله این استودیو گفت به نظر می رسد که تلاش های 3 ساله آنها ثمره می دهد. کوشش های ما به خاطر آن نبود که صنعت ما را در اینترنت دستگیری کنند. ما تنها می خواستیم چیزی غیر عادی را بیافریم. فکری دیگر نداشتیم. هیچ شهرت پرستی نبود. اما ناگهان همه چیز تغییر یافت. هیچ باوریمان نمی آمد. حادثه ای را که درباره‌اش کارگردان 19 ساله نقل میکند در اولی تابستان رخ داد. به فیلمی هوسکارانه پرودیوسر محلی توجه نموده در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی نشر کرد. او از کاربرانش دعوت نمود که در لایحه بعدی نورسان سهم بگذارند. با همین طریق $5800 جمع شد و کریتیکس کمپانی کامپیوترهای نو خرید. اکنون هدف اساسی ما آفریدن فیلمی بزرگ در نیگریا و نه تنها در نیگریا است. ما می‌خواهیم کاری را بکنیم که تا این دم کسی نکرده بود و اگر آن چیزی را که با ما رخ داد به اینابت بگیریم، باوری دارم که به زودی کامیاب می‌شویم. گودوین همچون دلیل رشد مهارتشان پاره از فیلم آینده خود را نشان می‌دهد. فیلم را هنوز نامگذاری نکردند. آن درباره پسر بچه عادی از نیگریا نقل می‌کند که در خود امکانیت‌های فوق‌العاده را کشف نموده است. از این گزارش میتوان خلاصه کرد که در دست نفری هنرمند حتی یک تلفن شکسته معجزه می‌آفرد. شما نیز بینندگان عزیز با استفاده از تجهیزاتی که در دست دارید حداقل برای آزمون دهه من رادیو آزادی نوار ثبت کرده و فرستید. طوری میگویند دستاوردهای بزرگ از قدم‌های خرد آغاز می‌شوند. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان رزمایش 3 روزه نیروهای تاجیکستان و چین انجام یافت. این مشق نظامی در روز 14 август در میدان حربی جلوندی نویه شغنان تاجیکستان صورت گرفت و در آن از هر دو طرف نزدیک به 1200 از جمله 580 سرباز و افسر فرماندهی غربی ارتش آزادی بخش مردم چین شرکت کردند. عارف ناظم زاده روز 15 август به رادیو آزادی گفت نتیجه رزمایش نشان داد که سربازان تاجیکستان و چین توانستند 3 مرحله مقابله با تهدیدهای تروریستی را با موفقیت انجام بدهند. و گفت در وقت جنبست وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا و رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف شرکت کردند. مشق نظامی صبح 12 август با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی وزارت دفاع در خاروغ آغاز یافته بود. با این مطلب برنامه امروز را به پایان میرسانیم. اگر میخواهید در جریان خبرهای روز باشید پس به وبسایت ما بروید www.azadi.org. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو دسترسند. فراموش نکنید صبح بر وقت فردا نوید بامدادی تقدیم می شود. تا فردا خدا نگهدار.